شری رزگارکردنا موسل بردامه لی خمگینی که دبکو اندام داعش جموسل در بکفن و بری خود بدن رقای. امیر ندن دولت اسلام داعش کل تو جهان لرجحلات ناوین یانجی لهر در جهان جیانج خراب بینن. نها ام دو قناغا پیشی دانه توی قناغی دا اپراسیون رزگارکردنا رقا ها دست بکرن. اوید چند قناغان را در باز با. افده به هفکارن می نزیک را لسر عرده به هزین سوریا دموکراتی را چه ببا. هر وها به حوالبند مال حریم به تایبات به ترکیه را. روزا یکشنبه کولیسیون هزین کرد عرب و خریستیانا به فرمی بانگا دسپیکا اپراسیون رزگارکردنا رقای کردن. شوا شنبه اپراسیون دست پیکر دماجور اپراسیون غزه فرات ها دامزراندن دا کو پیشنگ اپراسیون بکن او کوردیناسیون دناف گروپین شارکردا بکن. هزین دیجی دولت اسلامی لسوریه شر دکنده بیجن تگیرده های اپراسیون و به اپراسیون موصل تونه. دمی راسته امتکارین گفا دولت اسلامی در رجحلات ناوین او د جهان دار آگرین. بو آماده کرین از کارن بیجم جمار لشکران 30,000 کسن بو بجداربون اپراسیونه. بردف که وی هزی هوی دیگه کو ترکیه بجدار و اپراسیون نبه. دولت ترکیه کردن سوریه بو دزدانا لسر عرض او گهرتنا دموکرافی حرم تامبار دکه. لی امریکا هزین خواجهی حرمه دشر دیجی داعش ده گل گرینگ دبینه. When it comes to Raqqa, I want to make very clear, it is our principle. دما مجار رقابه دوی ام زلال بین لگور پرنسپین ما پیشکی پاقشکرنا حرم داعش دوی بریا هزین حرمی و خواجهی بن. هر وها رزگارکرنا باجار رقا دوی هزین جهرم بخوا ین عرب بن. امریکا دبیجه هزین کرده هم لسوریه هم جل عراق هزا هری گرینگ دشر دیجی داعش ده. ده همان دمج ماکوک پس نه هفکاری هزین پشمرگه و هزین عراق دو اپراسیون موصل داده که.